دستگاه همایون. سلام و درود. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. نوبتی هم که باشه نوبت دستگاه همایونه. ما ماهور رو کار کردیم، قبل از اون شور و متعلقاتش رو هم گفتیم و الان تو این سری از ویدیوها اومدیم رسیدیم به دستگاه همایون. گفتیم چی؟ گفتیم شور و ماهور و همایون و نوا، پس سگاه و چارگاه و پنجگاه. توی یه بیت اسم دستگاه همون رو گفتیم. ما شور رو یک آشنایی با حال و هواش پیدا کردیم به همراه متعلقاتش و ماهور همینطور. الان همایون رو ببینیم چیه. همایون، اسم همایون، خود کلمه همایون به معنی فرخنده و مبارکه. فرخنده، مبارک، خجسته. همایون به این معنیه. اما از کجا اومده این کلمه؟ ببینید، همایون میگن از ترکیب دو تا کلمه هما و یعنی کلمه هما و پسوند گون ساخته شده، یعنی هماگون، مانند هما. هما یک پرنده، میدونید دیگه، یک پرنده‌ای که میگفتن همای اوج سعادت دیگه. حافظ میگه همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. هما پرنده‌ایه که قدیما معتقد بودن سایش رو سر هر کی بیفته اون آدم سعادتمند میشه و میگن کلمه همایون از هما به اضافه گون، یعنی مانند هما، یعنی سعادتمند، نیکبخت. این کلمه میگن از این درست شده. خب میتونه باشه، بهش هم میخوره و هر چی که هست مطمئنن به هما و همای، یعنی اون پرنده سعادت و پرنده خوشبختی ربط داره، ارتباط داره. و دستگاه همایون یک حالت شکوه با شکوهی داره، یعنی یک شکوهی داره، یک متانتی داره و در این حال شکوه‌گر هم هست و شکایت هم میکنه، ولی اون وقار و اون چیز خودش رو حفظ میکنه، متانت خودش رو حفظ میکنه. دستگاه همایون یه همچین حالتهایی داره. اگه بخوام یه مثال آوازی براتون بزنم که مثلا همایون چجوری صدا میده، توی زورخونه همایون خیلی میشه شنید. تو زورخونه خب چیزای مختلف خونده میشه، ولی همایون هم خیلی انگار زورخونه‌ای هستش. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم. همایون اینه، ببینید درآمد همایون این شکلیه. یا گر چشم دل بران مه آینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی او کنی. فضای درآمد همایون اینجوریه. حالا اگه بخوام اسم نوتاشو بگم چه جوریه، مثلا ما یه مقدار همایون فرق داره، یعنی ما مثلا ماهور رو یه دوی در نظر میگرفتیم، 4 تا نوت یا یه دانگ میرفتیم پایین از سول، بعد 4 تا نوت میرفتیم بالا تا فا، ولی همایون یه مقدار متفاوته با این. همایون میگه که من اگه همایون 2 بگیرم در نظر، مثال میزنم، اگه من بگیرم همایون 2، اتفاقی که میفته اینه که 2 در واقع مبنای ماست و ما میگیم همایون 2. اما ببینید میگیم سی لا سی دوره، درسته که همایون 2، ولی روی رکورون، شاهدش رکورونه، روی رکورون میچرخه. حالا خیلی توضیح مختصری میخوام بدم اونجا، بعد که رفتیم تو ردیف اینا رو میگم بهتون. میگه سی بمول لا، لا بکار سی بمول، دو بکار رکورون، می بکار رکورون. خب
سی لا سی دو ره دو ره می ره دو ره. بعد حول این ره میچرخه، شاهدش ره. بعد میگه ره دو سی لا سی دو ره سی دو. این دوه یکی از ایستاشه، یکی از ایستاش هم این سی بمول است. میگه دو امان سی بمول سی لا سی دو ره. دیدید همایون یک فضای اینجوری داره، یعنی از نظر نوتی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم فضاش این شکلیه. حالا میگم توی ردیف مفصل اینا رو نگاه خواهیم کرد، گوشه به گوشه تو ردیف قشنگ اینا رو حلاجی میکنیم انشالله. اما همایون چه گوشه هایی داره؟ ما همونطور که قبلا هم گفتیم ردیف استاد دوامی برامون ملاکه توی این سری ویدیوها. البته میگم چون ما آواز میخونیم و آواز کار میکنیم، ردیف استاد دوامی یک مرجع بسیار معتبریه برای ما. ما از ردیف استاد دوامی استفاده میکنیم. خب ببینیم استاد دوامی چه گوشه هایی برای همایون معرفی کرده. گوشه هایی که استاد دوامی معرفی کرده ایناست: درآمد، چکاوک، شوشتری، لیلی و مجنون، نیداوود، بیداد، بختیاری و اوج. بیدادو میگن شاه گوشه همایونه. بیداد خیلی گوشه زیبایی. حالا الان من نمیخوام بخونم که فضاش تو ذهنتون چیز نشه، در واقع فضای درآمد همایون از ذهنتون خارج نشه، و میخوام یه راست برم سراغ یه چند تا تصنیف، حدود 4-5 تا کار میخوام معرفی کنم بهتون که فضاش فضای درآمد همایونه. فقط میخوام گوشتون با این فضا آشنا بشه. گوشتون که آشنا شد کم 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 فضای دستگاه همایون رو به خاطر میسپارید. کم کم این مثالا به عنوان سمپل یا نمونه توی ذهنتون جا میفته و هر جا هر چی شنیدید میگید خب آیا این همایون هست یا نیست. میتونید محک بزنید، با اینا مقایسه بکنید و ببینید که آیا این در مایه همایون یا در فواصل درآمد همایون هست یا نیست. اینم بگم مثلا شما ممکنه یه کاریو بشنوید که بگن این کار در دستگاه همایونه. حالا اینو بعداً تو ردیف قشنگ بررسی میکنیم ولی الان میخوام بگن که این دستگاه همایونه، بعد یهو ببینید که از یه جای دیگه داره شروع میشه. بعد باید دقت کنید که همایون وقتی که ما به تصنیف یا آهنگ ها دقت میکنیم میتونه از هر کدوم از گوشه ها شروع بشه، اما اگر همایون باشه فرود میاد توی درآمد همایون. اونجا به ما نشون میده که این همایونه. یعنی همین فواصل و همین اتمسفر یا فضایی که امروز با هم داریم بررسی میکنیم. یا امان دا چون این گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل و نیک بخت، از این گونه مستیز و بد را مکوش، سوی مردمی یاز و بازار هوش. این فضای درآمد همایونه. خب مثالا رو اگه بخوایم با هم یه نگاهی بندازیم، من 5 تا دونه مثال براتون میزنم، فکر میکنم کافی باشه برای اینکه فقط تو ذهنتون جا بیفته و بتونید به خاطر بسپارید. اولین مثالی که میخوام بگم میشه گفتش که یه تصنیف بسیار بسیار معروفیه توی دستگاه همایون که آقای حسین قوامی خوندن به نام تصنیف سرگشته یا تو ای پری کجایی معروف، که آقای اصفهانی هم بازخوانی کردن، بعد بازخوانی های دیگه هم شاید شده. میگه شبی که آواز نی تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم، تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. این تصنیف
ببینید درآمد همایون. این فضا رو هی تو ذهنتون بچرخونید. تصنیف بعدی یا مثال بعدی یک مثالیه که اینم خیلی معروفه و ما از اون فضای گرامافون و اینا این تصنیف بیشتر یادمونه. آقای بدیع‌زاده: شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. عمر من ای گل طی شد بهر تو، وز تو ندیدم جز بدعهدی و بی وفایی. این تصنیف هم که دیگه معرف حضور همه هست دیگه. با تو وفا کردم و الی آخر. اینم درآمد همایونه. تو پاپ هم داریم. بله، خانم مهستی یه کاری خونده که ما از بچگی هم شنیدیم و بعدها هم شنیدیم، الان هم میشنویم لذت میبریم. میگه تموم دنیا یک طرف، تو یک طرف عزیزم عزیزم، تموم خوبا یک طرف، تو یک طرف عزیزم عزیزم، آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته، حالا جونم به جونت بسته عزیزم و الی آخر. ببینید اینم قشنگ توی فواصل همایون میشینه. تموم دنیا، میبینید فواصل همایون هی این فضا رو سعی کنید تکرار کنید، تو ذهنتون تکرار کنید، این مثالا رو هی بخونید، هی تکرار کنید. وجه مشترک اینا رو بذارید کنار هم. وجه مشترکشون هم همینایی که بهتون میگم، همین فواصل و همین گردش ملودیا. این به ما شناسنامه دستگاه همایون رو نشون میده. و کار آخری هم که میخوام مثال بزنم یه کاریه به نام ای آنکه از آقای معین. میگه، اگه شعرش درست بخونم، میگه ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست، مرا یار دگر نیست، جز یاد عزیزت، جز یاد عزیزت کسی در نظرم نیست، مرا یار دگر نیست و الی آخر. بعد میره دای بماند، اون میره تو بیداد. بعداً راجع بهش قشنگ صحبت خواهیم کرد. اینا رو گوش بدید و سعی کنید که این فضا رو تو ذهنتون هی بچرخونید، حتی بخونید قشنگ. وقتی که میخواید گوشتون بشنوه، یکی شنیدنه، یکی هم تکرار کردنه. یعنی باید تکرار بکنید تا گوشتون اینو در واقع از بیرون و از درون بشنوه. وقتی که شما گوش میدید از بیرون میشنوه، وقتی میخونید در واقع گوش از درون اینو میشنوه. یعنی ذهن ما اینجوری هم یک مدل دیگه ای از تربیت شدنه که براش اتفاق میفته و گوش ما، تربیت گوش ما. خب این هم از مثالای درآمد همایون یا همون فواصل مقام مادر یا درآمد دستگاه همایون. طبق معمول یک سوال میخوام بپرسم و لطف کنید این سوال رو با دقت گزینه‌هاشو گوش بدید و ببینید که کدوم یکی با این مثالایی که زدم شباهت بیشتری داره و اونی که شباهت بیشتری داره به نظرتون اون همایونه. اونو برای من بنویسید. گزینه اولینه، میگه
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم. گزینه دوم: صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن شتاب کن. و گزینه سوم: کش 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 مکش و کش 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 مکش و گی رو دار اگر گذارد جانم اگر گذارد، کج 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 رویه کج 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 رویه روزگار اگر گذارد و الی آخر. اینم گزینه سوم. انتظار دارم با شنیدن اینا و قبلش شنیدن اون مثالا بلا فاصله تشخیص بدید که کدومش همایونه، چون فکر میکنم این یکی خیلی ساده تره، یعنی اختلاف خیلی زیاده. باز میگم این که مثلا ما بگیم با دیدن یه ویدیو ما بتونیم همایون رو تشخیص بدیم، این خب کار سختیه، یعنی واقعیت این اتفاق به این راحتی نمیفته و این طبیعیه که آدم گوش بده و نتونه تشخیص بده و نتونه تفکیک بکنه از هم، اما به مرور زمان این اتفاق خواهد افتاد. گوش بدید، هی مقایسه کنید، هی بخونید خودتون، هی صدای خودتون رو اگه خوانندگی میکنید حتما صدای خودتون رو ضبط کنید، گوش بدید، هی آنالیز کنید، هی ببینید که کجاش فالش شدم، کجاش خارج شدم، کجاش دارم عین همون میخونم. کم کم این تصنیفا رو هم خودش تصنیفا رو گوش بدید و کم 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 این رو روال خودش میفته و هم میتونید خوب تشخیص بدید، هم میتونید در واقع بخونیدشون. خب ارادتمند شما، امیدوارم که مورد استفاده واقع بشه این جلسمون و اگه دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب کنید و مراقب خودتون باشید. جلسه بعدی با دستگاه سگاه میایم که ببینیم که دستگاه سگاه چجوریه. قربون شما، خدا نگهدار.